سلام به کانال نبض دنیا خوش اومدید. در این ویدیو میخوایم کشورهایی رو معرفی کنیم که در حال سقوط هستند و دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن. در واقع این کشورها در حال نوشتن کتاب چگونه یک کشور را اداره نکنیم هستند. بنابراین امروز ما به کشورهایی نگاه میکنیم که احتمالاً در چند سال آینده سقوط میکنن. جالبه که بدونید قبل ساختن این ویدیو کشور سوریه یکی از کشورهای توی لیست ما بود، اما این هفته همه با خبر شدیم که این کشور هم سقوط کرد. کشور پنجم آرژانتین. آرژانتین سرزمین تانگو و گوشت درجه یک جهانی، در حالی که تنها تنوع زندگیشون تورمه. سوء مدیریت‌ها و بدهی‌های بی حد و مرز آرژانتین رو به یه نامزد اصلی برای فروپاشی تبدیل کرده. کشور آرژانتین در آستانه یه بحران اقتصادی غیرقابل تصوره. با ادامه سوء مدیریت و بدهی‌های کلان، این کشور ممکنه که به زودی با فروپاشی مالی مواجه بشه. نارضایتی عمومی و اعتراضات اجتماعی افزایش پیدا میکنه و ممکنه که به بحران‌های سیاسی و اجتماعی عمیق‌تری منجر بشه که زندگی روزمره مردم رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. کشور چهارم میانمار. میانمار مانند یک خانه بسیار زیبایی هستش که توی آتیش داره میسوزه. غنی از فرهنگ اما گرفتار یه ارتشیه که تشنه قدرته. این کشور از کودتای 2021 به سوی هرج و مرج رفته. صبح‌های میانمار با صدای اعتراضات و خاموشی اینترنت شروع میشه و شب‌ها با ارتشی که با وحشیگری پاسخ میده تموم میشه. با ادامه سرکوب‌ها و اعتراضات ممکنه که کشور به سمت جنگ داخلی کشیده بشه. فرار از این وضعیت برای مردم غیر ممکنه و در نهایت میانمار ممکنه که به یه سرزمین ویران شده با حکومتی استبدادی و بیرحم تبدیل بشه. شماره 3 کشور یمن. یمن مانند ماشینی که بدون راننده به سمت پرتگاهی در حال حرکته. اگه ویران شده یک نام خانوادگی باشه قطعاً برای یمنه. سالها جنگ داخلی، مداخله خارجی و یک بحران انسانی این کشور رو ویران کرده. زندگی در یمن مانند گیر افتادن توی بازی ویدیویی با سطح دشواری غیر ممکنه. این در حالی که زیرساخت‌ها و خدمات اساسی به طور کامل نابود شده و میلیون‌ها نفر با گرسنگی و بیماری دست و پنجه نرم می‌کنند. در صورت ادامه این وضعیت یمن ممکنه به یک سرزمین بیقانونی و ویرانی کامل تبدیل بشه. شماره 2 کره شمالی. کره شمالی مرموزترین پادشاهی گوشه‌گیر جهانه، جایی که تبلیغات تنها صادرات قابل اعتماده. زندگی در کره شمالی به شدت سخته. شهروندانشون با جیره‌های اندک کنار میان، در حالی که رهبرشون روی موشک و بنرهای عکس خودش بیش از هر چیز دیگه‌ای سرمایه‌گذاری کرده. حکومت استبدادی و تحریم‌های بین‌المللی این کشور رو به لبه پرتگاه برده. با ادامه این تحریم‌ها و عدم دسترسی به منابع اولیه، فشار بر مردم افزایش پیدا میکنه. گرسنگی و نارضایتی میتونه به سرنگونی رژیم منجر بشه، اما در عوض ممکنه شاهد افزایش خشونت و سرکوب شدیدتری باشیم. هر گونه تغییر میتونه به یه جنگ داخلی و هرج و مرج وحشتناک تبدیل بشه. شماره اول ونزوئلا. ونزوئلا که سرزمین آبشار آنجل درگیر یه تورم افسار گسیخته شده. زمانی که یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین بوده، اما اکنون یک داستان هشدار دهنده در مورد نحوه اداره نکردن یک کشور نفتخیزه. زندگی در ونزوئلا مانند یک بازار جمعه سیاه میمونه، با این تفاوت که شما فقط میتونید فندک رو با سیگار معامله کنید.
سالها سوء مدیریت اقتصادی، فساد و وابستگی بیش از حد به نفت این کشور رو نابود کرده. دولتش با دموکراسی مانند یه پسرعمو رفتار میکنه که دیگه با اون صحبت نمیکنه و فروپاشی این کشور تو آینده نزدیک بسیار زیاده. در آینده نزدیک ونزوئلا ممکنه به نقطه‌ای برسه که دیگه هیچ زیرساختی برای اداره کشورش نداشته باشه. با ادامه بحران‌های اقتصادی و تورم افسار گسیخته احتمالاً مردم در خیابونا به دنبال غذا و دارو خواهند بود. در این ویدیو ما 5 تا از محتمل‌ترین کشورهای جهان برای فروپاشی رو بررسی کردیم. امیدواریم که پیشبینی خوبی نباشه و همه کشورها یه روزی دل مردمشون رو به دست بیارن و خوشحالشون کنن. به نظر شما دیگه کدوم کشورهایی هستن که محتمل فروپاشی هن؟ امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و همیشه با هم مهربون باشید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشیم که لایکش کنید و ما رو سابسکرایب کنید.